پهلوان حرکت کنید. از طرف داور میدان به هر دو پهلوان یک دقیقه وقت جدا کرده شد. پهلوان وزنین مرحمت میدان را خالی نمونید. با گفتی داور گوش می اندازیم. داور حسابیده نمی شود. به سهم همه پهلوان ها رسانده می شود که در هر ساله در خواجگی زرافشان گوشتینگی کرش آزاد برداشته زدند. پهلوان وزنین مرحمت دست آخران یک دقیقه وقت جدا کرده شد از طرف داور همراه به هر دو پهلوان برای گوشتینگیری. از پهلوان ها احترامان خواهش میکنیم که یک نفر وارد میدان شوند. پهلوان ها دم گیرید. چه سال سیبیس چه خونی پدرس سپونسوری همین گوشتین خیلی یک دستگیری داور پهلوان نوبتی رو معرفی کنید. شمونی در این گونه بوزی ها خیلی با من حضور پرده بالباز ورزشی سیاه از طرف راست داور موسیف از منطقه سیم از دهه راه حریف خود را انتظارند. احسن برای پهلوانای سیم منطقه هر سال وقت خود را دریغ نداشته به نوروزی ما و شما قدم رنجه میکنند و نوروزی ما و شما را زیب زینت میگیرند. احسن برای پهلوانای منطقه سیم. مهمانای از ناحیه جبار رسول تشریف آوردن خوش آمده نوردیده تاج سر می‌بینید. حاضر نگفته نماند که پهلوانای خواجگی پهلوانای ناحیه جبار رسول هم مسئله ما و شما آمده استادن. خدا خواهد تا بیگانی گوشتینگیری میشد. پهلوانای وزنین مرحمت آماده گوشتینگیری شوید. حریف موسیف از طرف چپ داور دالیباز ورزشی سفید از دهه تلارک به هر دی پهلوان برای گوشتینگیری برد پهلوانو 100 سامانه. پهلوانای وزنین مرحمت آماده گوشتینگیری شوید. میزبانان اگر مهمانایی که از منطقه سیم از ناحیه جبار رسول و از ناحیه سپتامین از منطقه های دویم سیم آمدن میزبانان مهمانان رو یک پیاله چای دعوت کنید و بعد از یک پیاله چای گرفتن پهلوانان آماده گوشتینگیری شوند. زیرا که تحفه های زیاد امروز در خزینه نوروزی ما و شما هستند. همه انتظار صاحب خود هستند تحفه ها. پهلوان رو به یک فاقه بید. حالا پهلوان موسیف از منطقه سیم حریف خود را مغلوب نمودند و نگفته نماند که موسیف بسیار پهلوان شناختند. همه روزه در نوروزه ناحیه و بیرون از ناحیه آزمایی میکنند و هنر والای خود را نشان میدهند. احسن برای گوشتینگی زیبای موسیف حریف خود را انتظارم. مرحمت پهلوانای وزنین صاحبای میدان همراه پهلوان نوبتی را معرفی کنید. حریف موسیف از دهه تلارک از منطقه سیم به هر دی پهلوان برای گوشتینگیری برد پهلوانان 100 سامانه. بعد آمدن آماده گوشتینگیری هم. پهلوان رو حرکت کنید. شویده نمیشه.
پهلوان حرکت کنید. بعد از همین دست گشتیگیری داور میدان ایواز کرده میشن، داوری بزیمه میگیرن نور شکرالله. پهلوان و التماس برای افاقه بید به گفت داور گوش اندازید. برای رنگینتن و زیبا گذاشتن بازی ورزشی گوشتینگ شخصان سخاوتمند از خوجگی سهمگذاری کردند و باز شخصانی که امید دارند و میخواهند که سهمگذاری کنند مرحمت سلیم بای، ملا خطیب، رؤوف رازق سهمگذاری کردند، قربان محمد، دلیر، جمال، شخصانی که میخواهند که بازی باز رنگین‌تر زیباتر گردد میتوانید که سهمگذاری کنید. داور بعد از این دست پهلوان رو دم داد. یک دقیقه از حساب داور میدان برد پهلوان جدا کرده شد. پهلوان وزنی مرحمت. هادی پهلوان قبلی گوشتینگ میگیرستن، بسیار گوشتینگ زیبا دارم، در همینجا حضور داشته باشن، وارد میدان شوید، میدان داری کنید. پهلوان توسنف بسیار باید ضبط بلند امسال در نوروزی ما اشتراک کردند و متاسفانه برای گوشتینگ گرفتن سلامتیشون نمیبرداشتند. رحمت سلامت باشید. من از صاحبای میدان صادق بختاور پهلوان شناخته طی چندین سال از نوروزی حریف بختاور پهلوان از منطقه سوم توشف به هر دی پهلوان برای گشتینگیری برد پهلوانو 100 سامانی از حساب مخلصان بختاور پهلوان با 50 سامان دیگر وارد کرده شد به هر دی پهلوان برای گشتینگیری. داور فیض از قلوزمایی شرط گشتینگیری رو فهمونید به پهلوانو. شای گفتن نکشی. از حساب مخلصان بختاور پهلوان باز 50 سامان دیگر جمع کرده شد. جمع 200 سامانی بود پهلوانو. پهلوانو حرکت کنید. پهلوان وزنی مرحمت. حسابی نمیشه. به گفت داور گوش میاندازه. پهلوانو از ناحیه سپتامین از ناحیه جبار و سلف تشریف آورده باشید. هلو احسن برای گشتینگی زیبای بختاور پهلوان از صاحبای میدان التماس پهلوانو و گفت داور گوش اندازید و گفت داور مراجعت کنید. مردم همه تماشا کرده شدند. رحمت برای گشتینگی زیبای بختاور پهلوان برد خود را از طرف چپ داور پهلوان از خواجگی حاجی امیرف حریف آن کس از منطقه سیم از دهه راه به هر دی پهلوان برای گشتینگیری برد پهلوانو 100 سامانی. بختاور پهلوان برد خود را گیرید. سلام پهلوانو التماس به گفت داور گوش اندازید زیرا که بسیار پهلوانو از تمام گوشه کنار ولایت تشریف آوردن آماده گشتینگیری اند. رحمت به بختاور پهلوان که 100 سامانی به خزینه نوروزی وارد کردند. احسن برای همت ولایت بختاور پهلوان. جاشون خیلی خالی است. زنده و سلامت باشن. ایوب خان زاکر پهلوانو حرکت کنید. اون تلفن کار صداش کردم. کشته
از طرف داور به هر دی پهلوان 1 دقیقه وقت جدا کرده شد. پهلوان ها حرکت کنید. شخصان سخاوتمندی که با خزینه مبلغ وارد کردن اسد جان، اینچنین رستم، پهلوان از حریف خود را مغلوب نموندن از منطقه سیم. احسن برای گشتنگی زیبای پهلوان ها. شمس مهربان در وقت گشتنگیری، در وقت خوازمایی دست خود را سر دادید اگر مغلوب حسابیده می شود. خوزی محمد پهلوان شناخته ناحیه ولایت هم گویم خطا نمیکنیم از منطقه سیم سیفالویف. بسیار پهلوان شناخته آماده گشتنگیری‌اند و حریف خود را انتظارند. مرحمت پهلوان ها. سیفالویف 100 سامانی وارد کرده شد برای قوازمایی. حریف سیفالویف از منطقه سیم از دهه پاکشیف به هر دی پهلوان برای گشتنگیری. سخاوتمند نیازمندی که کسرا مبلغ با خزینه وارد کردن. صد سامانی رحمت. من از طریق تلفنی شخصی سخاوتمند، شخصی که همه ساله از پهلوی ما شما بودن به همین نوروزی به واسطه تشکیل میکردن ایوب خان زاکرف همه مردم خواجگی، همه مردم ناحیه رو به نوروزی تبریک کرده ایستادن. خداوند سلامتشون نگه داره دکای ما را در مسافری. سلامت باشه دکای ایوب خان. حسابی نمی شود. پهلوان ها حرکت کنید. بگفتی داور گوش می اندازیم. نگفته نماند که داور میدان نارفت. پاکشیف از طرف داور به هر دی پهلوان 1 دقیقه وقت جدا کرده شد. حالا پهلوان سیفالویف احسن برای گشتنگی زیبایتان از حساب خزینه نوروزی 100 سامانی زم از طرف مخلصان سیفالویف با 100 سامانی جمع 200 سامانی تحفه پهلوان را تقدیم کنید. پهلوان نوبتی را معرفی کنید. نورف حریف نوبتی سیفالویف از منطقه سیم از دهه فاتح آباد به هر دی پهلوان برای گشتنگیری برد پهلوان ها 100 سامانی. هیچی خریدی نیست. هیچ خریدی نیست. پهلوان مرما از طرف داور به هر دی پهلوان 1 دقیقه وقت جدا کرده شد. پهلوان وزنین مرحمت.
پهلوانا حرکت کنید. به خزینه باز مبلغ وارد شد از نام نیکروز، نظر، یار محمد، عباس، ظاهر خالف، جان با و کهزاد. سلامت باشه. رحمت برای همت بلندی سهمگزارا که همه ساله در نوروزی ما سهمگزاری میکنند. خدا دولتی دوستا را زیاده گرداند و کار بارشان بردباری آرزومندیم. پهلوان از طرف چپ داور پهلوان شناخته سیف اللهیف از دهه راه، حریف سیف اللهیف نارف رموی فی بیزر میشه خیره. حریف سیف اللهیف از خواجگی دوستی به حد پهلوان برای گشتینگری برد پهلوانو 100 سومانی. فصل نوروز است، ایام بهار. فصل نوروز است، ایام بهار. گل شکفت و گشت عالم لاله‌زار. دشت و صحرا سبز و خرم گشته است، از نسیم اوست عالم بی غبار. پهلوانا حاج مقصود حضور داشته باشند. التماس به نزد بلندگویت دعوت میکنیم و شاگردانشان به دست به میدان گشتینگری وارد شوند. پهلوانا حرکت کنید. پهلوان وزنش 100 کیلو میگو با توجه 2005 تا 7 باشد. مرحمت من گوشتینگ میبرم میگو. مرحمت. در نظم پهلوان جوان وزنشان 100 کیلوگرم بوده است. خواهش گوشتینگری دارند، البته به همسال خود. از 2005 تا 2007 باشند اگر میگن ما قوازمایی میکنیم. 100 کیلوگرم. پهلوان حرکت کنید. از طرف داور برد پهلوان 1 دقیقه وقت جدا کرده شد. باز از طرف سخاوتمندان و خزینه مبلغ وارد شد. عبدالقهار، طالب، شیرینبک، شادروز، مرتضی، جعفر. سلامت باشه برای همتی بلندتان. از نام سفر و خزینه 100 سومان دیگر وارد کرده شد. رحمت. دست آخران پهلوان. پهلوانو دست آخران داور میدان بعد از این دست پهلوانو رو دم دید. به فکرم پهلوان جوان حریف خود را پیدا نمودند. من پهلوان جوان دو نفر آماده گشتینگیرند